لعنت بهت، اشکم در اومد. 3 تا از ارزون ترین خوراکیای بقالی محلمون رو خریدم که امیدوارم بعد خوردنش زنده بمونه. اول بریم سراغ این، نمیدونم چیه، از برند هام ترش. لایکش کنید. شاید زنده نباشم بعد خوردن این، اما با لایکاتون روحم شاد شه. خدای توکل به خودت. بچه‌ها چرا این رنگیه؟ ببینیم که مزه چی میده. اگر مردم حلالم کن. سرب صنعتی 99%. حالم بده. 1% عصاره برگه. دقت کنید، برگه نم، اسانس برگه زدن تو 99%. هر جا دیدین فرار کنید. تونستید بخرید بریزید دور، مردم نخورم مسموم شن. هنوز سق دهنم یه جوریه. خوراکی بعدی، این یکی اصلا بی‌نام و نشونه. نگاه کنید، نمیدونم دستی درست میکنن، حالم بده. شکره، زاجه، چیه این؟ کاغذه؟ شکر ریختن رو کاغذ؟ این چه آشغالی تولید میکنید؟ انگار روی کاغذ خورده شیشه کم شیرین ریختن. نمک میریزم ترشه. این چه محصول آشغالیه؟ یکی به من بگه آدامس چرا باید روغنی باشه؟ آیا تو آدامس روغن میزنن؟ چربیش معلومه یا نه؟ اصلا چربی پس داده به بسته بندی. بچه ها چیزم داره این خالکوبی. بعد خوردن این یکی فکر نکنم دیگه جون سالم به در ببرم. این دیگه کیه؟ اصلا این ورشو بزنم اون ورشو بزنم. آرژانتین؟ مسی نیست که این اجالتن. آدامس نتونستی بزنی، عکسو که تونستی درست چاپ کنی. از بعد اینکه اون جیه که اول خوردم دهنم همینطوری بزاق شدید داره تولید میکنه. هر چند ثانیه که حرف میزنم باید از محصول نهایی. خدا کنه زنده بمونم. احساس میکنم دارم ارتحال میکنم. لعنت بهت، اشکم در اومد. انقدر که بدمزه بود. آدامسر رو که آوردم به نظرشون تو صد داشت. صاحب کن.